با سلام و درود خدمت شما مخاطبان عزیز. بنده امیرحسین بین‌نعمتی هستم و این ویدیو پارت 2 درس 7 جلد 1 کتاب 4000 لغت ضروری هستش. بریم که با هم تمارین این درس رو هم حل کنیم. تمرین A میگه circle the word that fits the definition. دایره بکشید دور کلمه‌ای که فیت میشه با این عبارت. مورد اول میگه something difficult that you have to do. چیز سختی که تو باید انجامش بدی. A میگه condition شرایط نه. B میگه sense حس احساس نه. C challenge چالش چیزی که شما مجبوری یه چیز سخت رو انجام بدی چالش برانگیزه چالش challenge. D میگه divide تقسیم کردن که اینم نیست. مورد دوم میگه the son of king پسر پادشاه که همون شد prince. این مورد A prince. princess میشد the daughter of king دختر پادشاه. مورد B میگه expert میشد خبره با مهارت متخصص که جواب ما نیست. famous میشد مشهور. force میشد نیرو. شماره 3 میگه to do something to help succeed انجام بدی کاری رو تا کمک کنی به موفقیت. خب یعنی باید همیاری بکنی هم کمک بکنی دیگه. مورد این میشه contribute دقیقا میشه همین مشارکت کردن همکاری کردن contribute. اما موارد بعدی B میشه sudden میشه ناگهانی یهویی. C میشه harm آسیب ضرر موضع و D میشه peace صلح آرامش که اینا جواب ما نیست. مورد 4 میگه for this reason برای این دلیل به خاطر این دلیل. A میگه allow اجازه دادن. B therefore بنابراین به خاطر این علت for this reason جواب میشه B. C میگه announce میشه اعلام کردن. D میشه beside کناره که اینا جواب ما نیست. مورد 5 میگه to stop someone from getting hurt متوقف کردن از کسی از آسیب رسیدن بهش یعنی از آسیب رسیدن به کسی جلوگیری بکنی یعنی حفاظتش بکنی. مورد A میگه claim ادعا کردن نه. B protect محافظت کردن جواب میشه همین. C lay انداختن ول کردن گذاشتن که نه جواب ما نیست. D هم میشه difference تفاوت که اینم نیست. میریم سراغ تمرین B. تمرین B میگه complete the puzzle جدول رو کامل کنید with the word با کلمه ای که is similar in a meaning مشابه از لحاظ معنی to the bolded part با قسمت بولد شده. یعنی بیایم اینجا سراغ جدول. مثلا down گفته واسه این دوتا است یک واسه و across گفته افق واسه اینا. ببین این کلمه‌ای که بولد شده به سیاه من حالا زیرشون خط میکشم. hurt آسیب رسیدن. let well known say it's true بگی که درسته و cut into smaller part. ببینیم همینجوری میتونم بهشون جواب بدم. مثلا hurt میشد آسیب رسیدن. خب ما چه کلمه رو ببینید با توجه به اون 20 تا کلمه‌ای که تو خود متن درس رو سعی کنید واسه اینو مترادف پیدا کنید. آسیب رسیدن یا آسیب حالا جمله‌شو بخونیم بذار کامل‌تر من بیاد تو ذهنمون. The child promise میشه قول دادن. حالا ایدی گرفته میگه قول داد. میگه بچه قول داد not to hurt our cat که آسیبی نرسونه به گربمون. خب hurt ما داریم آسیب این بالا هم اتفاقا داشتیم. harm آسیب ضرر جواب میشه harm. اگه اینجا در شماره 1 بنویسی H R A M harm H بخشید A R M harm دقیقا همینجا جا میگیره. مورد سومی let میشه اجازه دادن. حالا بخونیم میگه سارا let team go to the game. سارا اجازه داد به تیم که بره بازی کنه. let اجازه دادن. ما واسه چه کلمه‌ای تو متن درس داشتیم؟ allow اجازه دادن رخصت دادن. واسه شماره 3 هم اینجا می‌نویسیم. اگه allow رو اینجا بنویسیم این ایدیش چیه؟ چون این تو حالت گذشته است. حالا آقا ما کجا بفهمیم گذشته است؟ بعد مثلا جملاتی در کنارش باشه که اینو بشه تشخیص داد. چون که نمیتونستیم تشخیص بدیم خودش گفته چون که let گذشته و حالش همینه let اینجا خودش واسه ما ایدیشو گذاشته مثلا allowed اجازه دادش سارا به تیم که بره به بازی. مورد دومی این افقیه میگه she was a well-known writer in our town. well-known خوب شناخته شده. اون خوب شناخته شده بود نویسنده‌ای بود که مشهور بود معروف بود توی شهر ما. این our town میشه شهر writer هم که میشه نویسنده. اون نویسنده معروفی بود تو شهر ما. حالا واسه معروف چه مترادفی داریم تو متن درس؟ famous. مورد 4 میگه you should say it's true. تو باید بگی که این درسته. باید یه چیزی رو بگی. باید ادعا کنی اظهار کنی که این درسته. اظهار کردن ادعا کردن claim کلمه claim رو داشتیم برای اینجا claim. that you never lie. تو باید بگی این درسته که تو هرگز دروغ نمیگی. lie میشه دروغ never میشه هرگز. مورد 5 the food was cut into smaller pot.
cut میشه بریدن، برش دادن. cut into smaller part، بریدن به قسمت‌های کوچکتر. واسه چه کلمه‌ای داشتیم؟ divide، تقسیم کردن. میگه حالا اون غذا was cut، بریده شد یا تقسیم شد به قسمت‌های کوچکتر. so we could all eat، بنابراین ما تونستیم همش رو بخوریم. حالا همین مترادفای معانی که واسه این لغت‌های بولد شده گفتم و یه بارم اینجا سعی می‌کنم براتون بنویسم. مثلا برای هارد شدش آسیب، اینجا بنویسم براتون. کلمه هارم بودش، هارم اومد. allow، حالا من با همراه ایدیشن نوشتم allow. شماره 2 well noun میشد well noun میشد famous و دیگه از famous اینجور نبود. famous اینجا say true، بگی که درسته، ادعا کنی، claim کنی، claim. و مورد پنجم هم بودش into smaller parts، قسمت کنی، برش بدی، divide، divide. اوکی. حالا ایدی اینجا باز اونم ایدی میخواد divided، چون اینجا از اینجاش ما میفهمیدیم the food was cut، بریده شده بود. حالا هم divided شو دونستم مهمه. بریم سراغ تمرین بعدی، تمرین C. تمرین C میگه check the one that best fits the blank. تیک بزن اون جمله ای رو که جای خالی رو بهتر پر میکنه. best fits blank، blank همیشه جای خالی رو بهتر کامل میکنه. مورد اول میگه it wasn't right for the coach، این درست نبود برای مربی to make the race such a challenge. race میشه مسابقه، such میشه چنین، چنان، چنین چالشی رو برای ما درست کنیم. این درست نبود که کوچ میشه مربی چنین race هم میشه مسابقه، چنین مسابقه سختی رو تدارک ببینه to make درست کنه برای ما آماده کنه. جا میشه همین مورد A. اما B چی میگه؟ میگه to allow me to keep the cat، keep میشه نگه داشتن. میگه این درست نبود برای مربی که اجازه بده من گربه رو نگه دارم. اصلا موضوعشون به هم نمیخوره. شماره دوم میگه my sister and I were fighting، من و خواهرم داشتیم fighting، با هم میجنگیدیم، یعنی میجنگیدیم نه، دعوا میکردیم، بحث و جدل میکردیم. حالا این میگه we announced the winner، ما برنده رو اعلام کردیم. win میشه بردن، winner برنده، ما برنده رو اعلام کردیم. داریم وسط دعوا چی؟ my sister claimed she didn't like me، خواهرم ادعا کرد که منو دوست نداره. حالا ادعا کرد، این claim رو اینجا اعتراف کرد معنی کنیم بهتره، اعتراف کرد که منو دوست نداره. جواب میشه مورد B. شماره سوم میگه everyone knew her، هر کسی میشناخت اونو. حالا because I stood beside her، به خاطر اینکه من کنارش وایساده بودم؟ نه. because she was famous، به خاطر اینکه این معروف بود، همه میشناختنش. میشه مورد B. شماره 4 میگه the man would not buy the bike، مرده نمیخواست دوچرخه رو بخره. بایک میشه دوچرخه، نمیخواست دوچرخه رو بخره. چرا؟ because of his difference، به خاطر تفاوتش نمیخواست بخره. یعنی که because of its bad condition، یا به خاطر شرایط بعدش. این it به این بایک برمیگره، به خاطر شرایط بعد دوچرخه، یعنی بعد بودن دوچرخه نمیخواست بخرتش. جواب میشه مورد B. پنجمی میگه no one could win against Sally، no one، هیچ کسی could win نمیتونه برنده شه against در برابر سالی. چرا؟ because she was an expert، به خاطر اینکه اون خبره بود، به خاطر اینکه اون با مهارت بود. اما B میگه because she never used force، به خاطر اون که اون هرگز استفاده نمیکرد از نیروش، از قدرتش. نه. جواب میشه مورد A. 6 میگه we were scared ترسیدن، scared ما ترسیده بودیم. because the dog، به خاطر اینکه سگ might harm us، ممکن بود آسیب بزنه به ما. جواب میتونه باشه might bring us peace، ممکن بود صلح و آرامش بیاره واسه ما. نه. جواب قرار میشه A. و هفتم میگه the police wanted، پلیس میخواست که to protect us from danger، تا حفاظت کنه از ما در برابر danger، خطر. جواب همین میشه. اما B میگه to not make any sense،
make sense میشه معنی دادن. to not make any sense هیچ معنی نده. پلیس میخواست که هیچ معنی نده. نمیخونه دیگه، جواب نیست، جواب همین ایه. هشتم میگه you are too sick. sick میشد بیمار، مریض، تو هم شدت میده، مثل کلمه very میمونه. تو خیلی مریضی، بیماری، بدحالی. to play outside برای بیرون بازی کردن. یعنی این مفهوم میخواد برسونه که در حدی مریض و بدحال هستی که بیرون بازی کنی، یعنی بیرون بازی نکن. ای میگه don't lay your feet on the table. پاتو ننداز روی میز. table میشه میز، lay هم که میشه انداختن. don't lay your feet. پاتو ننداز روی میز. بی میگه therefore بنابراین play inside. آره چون بدحالی برای بازی کردن بیرون، بنابراین بیا داخل بازی کن، تو خونه بازی کن. چون میشه بی. ای اصلا معنی نمیداد با این جمله. شماره 9 میگه she was surprised. اون متعجب شدش by به وسیله the expected amount contributed by the animals. expect میشه انتظار داشتن. حالا the expected amount هم میشه مقدار. با مقدار قابل انتظاری contributed همکاری شده by the animals توسط حیوانات. چی اون سوپرات شده توسط مقدار قابل انتظاری از همکاری و کمک حیوانات، معنی نمیده. اما شما مورد بی شو میگه the sudden noise outside که میشه بیرون، noise هم میشه سر صدا، sudden هم میشه ناگهانی. میگه از صدای ناگهانی بیرون متعجب شد. she was surprised. جواب میشه بی. شماره 10 میگه please be fair. please که میشه لطفا، please لطفا خواهش میکنم. fair میشه منصف، عادل، با عدالت. میگه please be fair، لطفا منصف باش. تو چه حالتی؟ when you meet the prince، وقتی که تو شاهزاده رو دیدی منصف باش. یعنی که when you divide the land میشه زمین، سرزمین. یا وقتی که داری سرزمین ها و زمین ها رو تقسیم میکنی عادل باش. جواب قطعا میشه مورد بی. و اینم از پایان حل تمارین درس 7. امیدوارم که راضی بوده باشی، واسهتون مفید بوده باشه. تا ویدیو و آموزش بعد، بدرود.